محبوس شدنش دوستش می داشتن پیامبر امین می گفتن ای محمد تو امینی امانتدار رازگویی قدر مقصدی درای چی احترام گوش میکردن کدام وقت دشمنش زیاد شد وقتی حق به مردم رساند هر انسانی که حق میرسانه سر دشمن میشه برای که الله سنجش میکنه کنه ایرهش میگرده یا نمیگرده روزی محشر پیش پروردگار چطور استادیم همونجا به همون خاطر چیزی بود پروردگار الله اکبر الله میگه عمل و بنیتی هر خدمتی کردی این وابسته انشاءالله این برادرم پروردگار بهترین برکت دیا میگم که وقت مختلف ایکان میدین هر چیزی که ای پیش میبین دیدن میگه دیدن کی بود مانند دیدن